عرف بین الملل از پرشیا به ایران تثبیت شد. در تاریخ آمده که در نوروز سال 1164 هجری خورشیدی یعنی 224 سال پیش تهران به پایتختی ایران برگزیده شد. با احتساب 52 روز جمعه تقویم امسال 74 روز را با عنوان تعطیل مشخص کرده. تعطیلات پیشاپیش خوش بگذرد. جز این دعا نگویم که رودکی گفته است هزار سال بیزی صد هزار سال بیزی. سال 1387 همزمان با 1150مین سال روز تولد رودکی پدر شعر فارسی علاوه بر تهران آیین ویژه‌ای در سازمان ملل برگزار شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با تجلیل از مقام رودکی گفت اشعار رودکی میتواند مبنای اتحاد فرهنگی جهان قرار گیرد چرا که رودکی شاعر خوبی‌ها و عدالت بود. برگزیدگان 26مین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 87 21 نفر بودند. کتاب‌های نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو، قاعده بازی، دایره المعارف اینترنتی علوم، 30 قصه 30 شب و اکنون تنها یک وعده باقی مانده است، نان و گل سرخ از جمله کتاب‌های برگزیده امسال بودند. همینطور امسال 24000 اثر تاریخی ثبت ملی شد که در نوع خودش یک رکورد به حساب میاد. امسال برای اولین بار یک قرآن تاریخی به عنوان اولین اثر منقول کشور ثبت ملی شد. برای نخستین بار در کشور همچنین مکان رویدادهای ایران ثبت ملی شد. یکی از اجزای میراث طبیعی درختان کهنسال هست و غارهای طبیعی و همینطور عوارض بدیع جغرافیایی. اینها از عناصری هستند که قابل ثبت در فهرست میراث طبیعی هستند. ثبت آثار ملی طبیعی که با ثبت دماوند شروع شد به عدد 14 رسید. آیین‌های ورزشی پهلوانی، تعزیه، نیمه شعبان، روز قدس و ردیف‌های موسیقی سنتی از جمله 11 اثر معنوی است که امسال ثبت ملی شد. بهمن امسال مجید انتظامی و گروه ارکستر سمفونیک تهران با بیش از 150 هنرمند سمفونی انقلاب اسلامی را اجرا کردند. پیام این سمفونی دوستی، عشق و صلح بود. سمفونی انقلاب اسلامی با شعری از سعدی آغاز می شود. بله. آفرین خانم شمایی؟ ایوا مگه بارها شما قرار بیش از 20 فیلم ایرانی در مسابقات بین المللی سال 87 جایزه کسب کردند. جایزه بهترین کارگردانی به اصغر فرهادی برای فیلم درباره الی و جایزه خرس نقره‌ای به رضا ناجی برای نقش‌آفرینی در فیلم آواز گنجشک‌ها از مهمترین این جوایز بود. امسال سال خداحافظی با بزرگان علم و ادب و هنر، نادر ابراهیمی، پدر معاصر طب اطفال ایران دکتر سیادتی، خاطره پروانه، مهری مهرنیا، منوچهر احترامی و خسرو شکیبایی. تا به حال دقت کردید صدای طبیعت رو در اسامی روستاها و شهرهای ایران هم میتونید ببینید و بشنوید. باور نداری؟ بر اساس تحقیق آقای سحاب نام بسیاری از شهرها و روستاها از طبیعت الهام گرفته شده. با توجه به اون سلیقه خاصی که در طول تاریخ داشتن همیشه با طبیعت در کنار طبیعت بودن و زیبایی‌ها رو دوست داشتن. مواردی چون نام گلها، گل خندان، گلزار، گلستان، گلشن، گلچشمه، یا مثلا یه نقطه داریم به نام گلاب، گلتپه و الی آخر. مثلا سراب نیلوفر همون منطقه کرمانشاه هستش، سوسن مثلا، ریحان. به قدر این اسما زیباست که اگر در مورد فلسفه این اسامی فکر کنیم می‌بینیم که چقدر آدمای بازوقی بودن که اسم اون نقطه‌ای که زندگی می‌کنن به این قشنگی گذاشتن. باغ و بستان، باغ ملک، باغ چنار، یا چمن مثلا چمن آباد، چمن یا بوستان که مثلا